بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم به همراه ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و مهتران هر کجای این کره پهناور که هستید. از الله متعال توفیقات روزافزون رو برای همه شما عزیزان ما و جمع حاضر خواهانیم. الله را سپاس که هنوز عمری باقی است و فرصت دیگری فراهم گردید تا در خدمت شما عزیزان باشیم با دیگری از برنامه‌های سفره دل. در این برنامه هم در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود و امیدواریم که فرصتی پیش بیاد دیگه تا ما در استودیو داشته باشیم جناب دکتر رو در کنار خودمون و دیگه بیشتر در کنار خودمون باشن. همینجا دیگه این فرصت از راه دور مزاحمشون نشیم، از نزدیک شرف حضور در خدمتشون رو داشته باشیم. در ابتدا من قبل از طرح موضوع عرض ادب دارم و سلام و احترام از طرف خودم و بنمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و محترم و همه دوستان دستاندرکار شبکه جهانی وصال حق و از راه دور هم دستای همه شما بینندگان عزیز رو میفشارم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و از اینکه در مسیر ساختار جامعه اسلامی و جامعه تربیتی با ما همراه هستید. از همتون کمال سپاس و تشکر رو دارم. امید است که انشاءالله همونطور که در این دنیای فانی خداوند ما رو در کنار هم و در یک مسیر قرار داد، در روز قیامت هم در رکاب حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم و در مجلس همه پیامبران در کنار هم جمع شیم انشاءالله. انشاءالله بیاری الله متعال و ما ذلک علی الله بعزیز و این کار بر الله متعال سخت نخواهد بود. زیباترین صفتی که انسان در دنیا میتونه به اون مزین بشه بعد از ایمان به الله متعال صفت والایی است به نام اخلاق و خلق خوب و اخلاق و رفتار و تعامل و نشست و برخاست زیبایی که اطرافیان از اون لذت میبرن. ما انسان ها نسبت به اخلاق خوب و رفتار خوب خیلی سریع واکنش نشان میدیم و اگر فردی در خلقش و خلقتش زیاد هم زیبا نباشه اما خلقش و رفتارش زیبا باشه ما رو شیفته و شیدای رفتار و برخورد و شخصیت خودش میکنه و در نقطه مقابل اگر فردی پریروی هم باشه و زیبایی اون ماه رو هم شرمنده خودش کرده باشه اما در اخلاق و رفتارش بیاد و اخلاق و رفتاری از خود به نمایش بگذاره که هیچ نسبت و تناسخی با ظاهر زیباش نداره، با وجود زیبایی هایی که در ظاهرش نمودار است و ما میبینیم زیاد تمایلی به اون نداریم و زیاد چنگی به دل نمیزنه. این زیبایی ظاهری وقتی که انسان رو به یاد اون خلق و خوی بد میاندازه. وقتی که ریشیابی میکنیم این رو، این رفتارها رو، همه اینها رو ما میبینیم که این اخلاق و رفتار زیبا یا اون اخلاق و رفتار ناپسند از سالها پیش آغاز شده. حکایت مال امروز و فردا نیست، حکایت مال دیروز و پریروز نیست، بلکه مال سالها قبل هست. در دوران کودکی اگر بخوایم به دنبال این ریشیابی بگردیم جا داره که در موضوع امروز با شما عزیزان وارد صحبت بشیم و سخن در بحث تربیت اخلاقی کودکان. امروز میخوایم با شما عزیزان در این موضوع صحبت بکنیم و موضوع خودمون رو باز بکنیم در موضوع تربیت اخلاقی کودکان که چه ابعادی رو در نظر میگیره و چه کار بکنیم که فرزندان ما در آینده
این گونه بشن که مردم وقتی که اونها رو میبینن و مشاهده میکنند از اخلاقشون، از رفتارشون، از شخصیت و نشست و برخاستشون لذت ببرن و از اونها تمجید بکنن. علاوه بر این که ما روایات فراوانی رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست و نزدیکترین شما نزد من در روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست و واقعا اخلاقی که از صفات بسیار زیبایی است که زیبنده هر انسان مسلمانی است. امروز میخوایم با شما عزیزان در این باب صحبت بکنیم، گرچه ما در گذشته هم در برنامه سفره ایده درباره تربیت کودکان سخن گفتیم، اما به صورت بازتر و جزئیات بیشتر در مواردی که مرتبط میشه به اخلاق کودکان ما و فرزندان ما جا داره، به خاطر اینکه این سرمایه‌های مهم زندگی برای ما واقعا ارزشمندن. در این باب بیشتر دقت بکنیم در باب تربیت کودکان و اخلاق فرزندان خودمون. جناب دکتر اگر اجازه بدید من در ابتدای سخن امروز و مبحث امروزمون در باب تربیت اخلاقی کودکان به این موضوع بپردازیم که اصلا چرا تربیت، چه اهمیتی داره تربیت و علل خصوص باز این تربیت از چه زمانی شروع میشه، چرا در دوران کودکی باز اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و خاص میشه به این دوران نسبت به دوران‌های دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. چرا تربیت به خاطر اینی که ما میخواییم که این موجود جدیدی که وارد زندگی ما شده و در واقع ثمره زندگی دنیا و آخرت ماست، هم دنیای ما مسیر خود ما و مسیر ایشون و هم آخرتمون به هم گره خورده. فرزند وقتی که انسان از این دنیا رخت در میبنده همه ی حساباش بسته میشه. از جمله حسابایی که باز میمونه همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره کردن 3 کانال هست. یکیش ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای شما دعا میکنه و اینه که به اصطلاح خداوند متعال از سفارشاتش هست بر ما رسیدن به اولاد. یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند شما رو توصیه میکنه، سفارش میکنه در تربیت فرزندانتون و این سفارش ها رو مکررن میبینیم که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسایی که ایمان آوردید خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم برملا دور بدارید. و همچنین میبینیم که توصیات شیوه های تربیتی رو هم قرآن کریم به ما پیشنهاد میکنه و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خانوادت رو به نماز به اصطلاح امر کن و روی این امر خیلی صبر کن. این نیاز داره که به اصطلاح یک ساختنی پله پله یه ساختمانی بالا بره. اینه که ما میبینیم در قرآن کریم بندگان صالح خداوند دعا میکنن برای ساختن این بچه هاشون، چرا که اینها به هر حال ثمره زندگی هستند و به اصطلاح مسیر ما به سوی بهشت. همونطوری که پدر مادر دروازه های بهشت هستند، فرزندان هزینه راه بهشتند. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این عبادات الرحمن با همت یکی از دعاهای قرآنیشون اینه که خدایا بار الها از همسرانمون، از فرزندانمون، از ذریاتمون چشم روشنی برای ما قرار بده و ما رو بر متقیان امام و پیشوا قرار بده، ما رو الگو قرار بده، نه بر عامه مردم بلکه بر متقیان. اصحاب همت بالا هستند اینها. اینه که ما میبینیم حتی در دعاهای دیگه میبینیم که قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد مثلا بعضی از پیامبران امثال زکریا دعا میکنند که رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. ای پروردگاری که دعای همه بندگانت رو میشنوی و قبول میکنی و استجابت میکنی، از به من یک ذریه طیبه، یک ذریه خوبه بده. حضرت ابراهیم رو میبینیم که خیلی خیلی تأکید دارند بر فرزند و تربیت فرزندانشون و دعایشون همیشه پیش خداوند متعال که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدایا بار الها من و فرزندانم رو از این که خدای نکرده تو لغزش بیفتیم، غیر از تو رو پرستش کنیم، به سوی بت پرستی و شهوت پرستی و غیر از خدا بریم، ما رو دور بدار. رب اجعلنی
مقیم الصلاة و من ذریتی بار الها من و هم ذریت من رو بچه های من رو اهل نماز قرار بده. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمه. همش دعا بر اینه که به اصطلاح خداوند متعال ما رو خوشنام کنه با بچه هامون و بتونیم یه بچه ها و یک ثمره خوبی رو در محیط زندگی خودمون داشته باشیم که این آینده ما رو به اصطلاح در دنیا و آخرت رقم میزنه. در این حال میبینیم که بله بفرمایید. من می‌خواستم عرض بکنم که شما در خلال صحبتی که اشاره فرمودید به چند آیه اشاره کردید، من جمله دعای زکریا علیه السلام درباره تولد یحیی که ایشون قبل از تولد یحیی برای خوب بودن و برای نیک بودن این فرزندشون دعا میکنن. آیا میتونیم ما این رو این گونه برداشت بکنیم از کلام زکریا علیه السلام که مقوله و پروسه تربیت فرزندان قبل از تولد حتی شروع میشه و ما باید قبل از تولدشون هم به فکر تربیت اونها باشیم، نه بعد از تولد فقط؟ دقیقاً اصلا مسیر زندگی ما رو به این سو میکشونه و همین به صورت اصلا پروسه ازدواج برای چی هست؟ پروسه ازدواج مهمترین نقطهش یا مهمترین اهدافش همون به اصطلاح استمرار نسل بنی آدم هست و اینی که انسان به اصطلاح صاحب فرزندان خوبی بشه. و خب از اولین حقوق این فرزند هم اینه که ما براش مادر درستی انتخاب کنیم یا پدر درستی انتخاب کنیم. این از وظیفه آقایون و جوانای ما هست که هنوز به اصطلاح خیلی هاشون این مورد از ذهنشون به اصطلاح دور هست که ما وقتی ازدواج میکنیم آقا من عاشق شدم، فلان شدم، دلم مونده و فلان، این حرفای به اصطلاح هوایی پشت سرش یک مسئولیت هایی هست و از جمله این مسئولیت ها اینی که آقا این شوهری که من انتخاب میکنم یا این زنی که من انتخاب میکنم آیا مایه افتخار بچه های من خواهد شد؟ بچه هم از این که همچنین همسری رو برای خودم انتخاب کردن ازم تشکر و قدردانی خواهند کرد، خوشحال خواهند شد یا نه به اصطلاح شرمنده میشن جلوی همه انسان ها و دیگران و جامعه. در هر حال ما در قضیه تربیت فرزندان از اون مرحله شروع میشیم. بعد از اون که جنین حتی میاد دعاهایی که داریم مثلا همونطور که دعا میکردیم که خداوند به ما فرزندان صالحی بده، به ما همسران نیکی بده، بعد خداوند که بچه داد، این وظیفه ماست که به اصطلاح این بچه رو از وقتی که جنین هست، ببینید اون وقتایی که به اصطلاح مسلمون ها و تعالیم اسلامی این حرف رو میزد خیلی ها پرت بودن، میگفتن که بابا جنین توی نمیدونم شکم مادر وظیفه نمیدونم از این حرفا. الان نه، الان علم جدید همه اینا رو ثابت کرده. علم نوین الان مثلا ما حواس خمسه خودمون رو داریم، چشیدن رو داریم، بویایی رو داریم، نمیدونم شنوایی رو داریم، بینایی رو داریم. ببینید هیچ یکی از این حواس نه لمس ما در جنین نه لمس میکنه، نه بویی رو احساس میکنه، نه نمیدونم میچشه چیزی رو، نه چیزی رو میبینه اما میشنوه. این قدرت شنوایی که بسیار مهم است در مهارت‌های تربیتی، این رو ما از زمان جنین بودن نوزاد در شکم مادرش داریم تا در مسیر زندگی، تا بیاد بعد از مرگ که ما طرف رو میذاریم تو قبر، هنوز صدای پای به اصطلاح عزیزانش که اومدن دفنش کردند و رفتند رو میشنوه. این قدرت بسیار بزرگ از اون لحظات باید سرمایه گذاری بشه، روش هزینه بشه. مادری که به اصطلاح جنین توی به اصطلاح شکمش داره حق نداره چیزهایی که تربیت این جنین رو، ساختن این جنین رو، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر ایمانی، چه از نظر جسمی، چه از نظر عقلی، چه از نظر روحی روانی و شخصیتی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر جنسی، همه اینهایی که به اصطلاح یک ساختار تربیتی فرد رو تشکیل میده، مادر حق نداره که از اون مرحله این جنین رو به اصطلاح به اضطراب بندازه و این جنین رو به اصطلاح مشوه کنه و دگرگونش کنه. اینه که از همون لحظات الان توصیه میشه که مادر حامله زیاد قرآن بشنوه، زیاد قرآن رو با صدای بلند بذاره به اصطلاح کنار خودش که به اصطلاح جنین این صدای ملکوتی قرآن کریم رو بشنوه و همه
پژوهش‌های علمی الان نشون میده که مثلا چه واکنش‌هایی جنین در مقابل این صداهایی که بهش میرسه انجام میده. ما این قضیه تربیتی خب واسه چی؟ ما الان این فرزندی که میاد داخل جامعه این در مقابل خیلی از مسئولیت‌ها قرار میگیره، در مقابل خیلی از غزوها قرار میگیره، غزو فکری، غزو اخلاقی، غزو به اصطلاح هویتی. اینها در مقابل این شخص باید یک شخصیتی داشته باشه واسه خودش، یک کسی باشه که به اصطلاح بتونه در مقابل فتنه‌ها و سختی‌ها و مشکلات زندگی بتونه تحمل مسئولیت داشته باشه، بتونه در ساختار خود و جامعه و اطرافش یه نقشی رو ایفا کنه، بتونه در مقابل به اصطلاح افکار پوچی که در جامعه به اصطلاح هر چندگاهی به اصطلاح عرض اندام میکنه، مثل سکولاریسم و نمیدونم لادینیت و گاوپرستی و نمیدونم آتش پرستی و اینجور علامت های فقدان هویتی که طرف نمیدونه چی کاره است، کی هست، چه هویتی داره، چه شخصیتی داره، دنبال هر کی را میفته. اینه که به اصطلاح بچه باید در مقابل این یک نوع امنیت فکری برای خودش احساس کنه، بدونه که چیکار میکنه، چیکار نباید بکنه. بیماری‌های اخلاقی که در هر جامعه‌ای ممکنه به اصطلاح بروز کنه، حالا درصد بروزش در بعضی جوامع بسیار بالا، در بعضی کمتر، حالا اوریانی و لختی و نمیدونم اعتیاد و نمیدونم انحرافات جنسی و اخلاقی، اینها در مقابل اینها این بچه چه نقشی رو ایفا کنه و به اون مرحله برسه که به اصطلاح حضرت ابراهیم علیه السلام میخواستن که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، که خودش الگو باشه، الگو باشه در صبر، الگو باشه در ایثار، الگو باشه در خیرخواهی، در فداکاری، الگو باشه در یک نمونه سالم برای یک انسانی که میخواد جامعه رو بسازه. ما این فرزند رو باید تربیت کنیم تا به این مرحله برسه. اون وقتی که دیگه میتونیم بگیم که بله موفق شدیم و این چشم روشنی ماست، قرة اعین ماست، حالا هم تو دنیا و هم روز عقبی ان شاء الله. جناب دکتر، حالا در همین مسیر و به همین هدف دست یافتن به یک تربیت اخلاقی صحیح و درست، ما اگر بخوایم بررسی بکنیم و ریشه‌یابی بکنیم موضوع بحث تربیت اخلاقی در علاوه خصوص کودکان رو، چه عواملی رو شما مؤثر می‌دانید؟ ما حداقل با عواملش آشنا بشیم تا بتونیم این عوامل رو در مسیر تربیت صحیح درست جهت دهی بکنیم و درست از اونها استفاده بکنیم. چه عواملی رو مؤثر می‌دونید در موضوع تربیت اخلاقی کودکان؟ ببینید، یک حدیثی ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که فرزند رو وصف میکنه، توصیف میکنه که فرزند وقتی متولد میشه چطور هست و بعداً چه تغییر و تحولاتی ممکنه که روش به وجود بیاد. هر مولودی که به دنیا میاد بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یولد علی الفطر، این بر مبنای فطرت انسانی. فطرت انسانی به معنای چی؟ به معنای همه سجایای خوب، به اصطلاح تمایل به همه خوبی ها، تمایل به یک شخصیت متوازن و زشت پنداختن همه بدی ها و زشتی ها و دوری از اونها. خب اینطوری به دنیا میاد. این خلقت الهی است. حالا این بچه میخواد بچه مسلمون باشه، میخواد بچه غیر مسلمون باشه، این برای همه بشریت است. طبیعت خلقت بشری، فطرت خلقت بشری اینطوری است که هر فرزندی به دنیا میاد روی به اصطلاح سجایا و ارزش‌های و فضیلت میاد. حالا بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر و مادرن که اون رو یا یهودیش میکنن یا نمیدونم کلیمی و به اصطلاح مسیحی و نصرانیش میکنن یا نمیدونم آتش پرست و گاو پرست و گوساله پرستش. این پدر و مادرن. یعنی چی؟ یعنی وراثت خانوادگی یک نقشی رو داره. خب این نقش مؤثری که به اصطلاح سجایای اخلاقی طرف رو میسازه. این پدر و مادرن. اگر محیط خانوادگی محیط سالمی بود، خب در نتیجه اون چی میشه؟ سجایای اخلاقی، دینداری، شجاعت، سخاوتمندی، فداکاری، نمیدونم به هر حال همه این
صفات زیبایی که شایسته یک انسان متوازن هست در فرد به وجود میاد و رشد میکنه. چرا؟ چون که فضا همین فضاست، فضای پاک هست، آلوده نیست، بستر فراهم بوده برای تربیت صحیح و درست. دقیقاً. اگر این موارد نبود، خود پدر و مادر یا اون محیط یک محیط به اصطلاح فرومایه بود، پستی بود، اون ارزش‌ها و فضیلت‌ها توش فقدان اونا بود، بخیلی بود، زبونی بود، خاری بود، خب در مقابل اون هم فرزندان هم به همین سو رخ پیدا میکنن. اینی که ما الان میبینیم فرزندان به اصطلاح جوامع فاسد یا خانواده فاسد خود به خود این استعدادها و قدرت‌های الهی که خداوند به اونها داده، میبینید همه این قدرت‌ها در محیط، در یک به اصطلاح میدان منفی استعمال میشه. ببینید خداوند متعال یک فرزند، یک بچه رو وقتی که خلقش میکنه، این بچه در واقع یک عنصر خارق العاده است، یک نمیدونم مبتکر هست. اما یه مبتکری هست در یه جسم کوچولو. اگر ما نتونستیم این رو درست به اصطلاح پویاش کنیم، رشدش بدیم، بذاریم در همون مسیری که فطرت، خلقت الهی اون رو درست کرده، در اون مسیر حرکتش درست بیاد، مستقیم پیش بره، به سوی صراط المستقیم بره، خب قاعدتاً به سوی انحراف میره. این همه این قدرت هایی که تو خداوند داده، همه این نیروها، همه این ابتکاراتی که در اون هست، خلاقیت هایی که در اون هست، اون رو میکشه به شیوه های منفی، به شیوه های غیر مفید. میبینید الان قدرت و توان هوش و ذکاوتی که بچه داره، میبینید که به اصطلاح خانواده ها، چون خود خانواده مشکل داره، خود پدر و مادر این موضوع براشون قابل هضم نیست. میبینید که بچه رو گرفتن، یه چیزای پوچ بیهوده‌ای تو ذهنش میذارن، یک مسائلی که به اصطلاح هیچ هست. ببینید حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خداوند پناه میخواست، از خداوند پناه میخواست، من علم لا ینفع، از آموزش ها و علومی که هیچ ارزشی نداره. خب شما میایید یک بچه رو میبینید یه چیزایی بهش خانواده به حفظش میدن، یه ترانه ها و نمیدونم رقص ها و حرکت هایی که وقتی میخوای بپرسید خب اینا رو یاد گرفت، میخواد چیکاره بشه، میخواد برای جامعه یا برای خودش چه خدمتی بکنه، خب اینجوست که دیگه به اصطلاح همه سردرگمیم که نمیدونیم آقا این خلاقیت ها، این قدرت ها به اصطلاح وقتی که منحرف شد به کجا میرسه. این به اصطلاح مهمترین فضاست. اما یادمون نره پدر مادر خیلی مهمن در تربیت، استاد خیلی مهمه در تربیت، معلم، مدرسه خیلی مهمه در محیط تربیت، خانواده خیلی مهمه در تربیت. اما پژوهش‌های علمی میگه همه اینها تنها 40% از اهمیت تربیتی رو داره. 60% دیگهش مال کیه؟ مال دوستان هست، مال به اصطلاح عوامل خارجی که به اصطلاح نقش بسیار عمده دارن و از بین عوامل خارجی دوستان و همنشینان، اونهایی که به اصطلاح بچه احساس میکنه اونها اونو میفهمن. ببینید مهمترین عنصری که در تربیت فرزندان نقش ایفا میکنه عنصر محبت هست. حالا یه وقتی بود که دانش و فهم و نمیدونم داده های علمی نقشی رو داشت، بچه نیاز داشت به پدر و مادر برای اینی که به اصطلاح یه چیزایی یاد بگیره. اما الان و این اولین باره که در تاریخ بشریت همچنین موردی رخ میده که فرزندان به مراتب از نظر آگاهی و داده ها از پدر و مادر جلو میافتن در همون مراحل بسیار ابتدایی زندگی. خب فرزند وقتی میخواد حتی یه مورد رو از پدرش یا مادرش جویا بشه، یه سوالی میکنه، میبینی پدر و مادر همچنین به اصطلاح گردنی بالا میزنن، فکر میکنن که عالم دهرن،
یه جوابای سربالایی، یه جوابای قلمبه سلمبه‌ای به بچه میدن. در همین لحظه ای که پدر و مادر این تو قیافه به خودشون میگیرند و به اصطلاح جمله سازی میکنن، بچه چیکار کرده؟ همون موبایل تو دستش، انگشت تکون داده، رفته پیش آقا گوگل و از آقا گوگل به اصطلاح همون سوال رو پرسیده. در مقابل اون آقا گوگل هم به اصطلاح سرچی زده، جوابهای 100 تا اندیشمند و متخصص رو در اون زمینه به بچه میده. بچه اونا رو با چشش میخونه، حرفای پدر و مادری که به اصطلاح میبینه که هیچ گونه اهمیتی نداره با گوشش میشنوه. شاید هیچ ربطی به موضوع نداشته باشه، همینجوری دارن هیچ چیزی میگن کم نیارن. دقیقاً بعد از این میبینی که این پدر و مادری که به اصطلاح برای خودشون یک شخصیتی رو وهمی ساخته بودن تو چشم بچه میافتن که همه اینو چخونه، اینو که چی بارشون نیست. خب اینجاست که ما چرتکی بیشتر به حساب نمیان در مقابل اون کامپیوترها. وقتی که ما همچنین چیزی رو داریم، یعنی اون نقطه قوتی که ما داشتیم در قدیم الایام، ما داشتیم این چیزی که ما داده های علمی و تجارب ما بیشتر از فرزندانمون، در نتیجه ما به اونها میتونیم یه چیزایی یاد بدیم. خود فرزندان احساس نیاز میکردن به ما، الان اون احساس نیاز گم شد. اون داده ها و تجرباتی که ما داریم بچه میتونه 10 برابر و 100 برابر بهتر از اون رو خیلی راحت به دست بیاره. خب تشعشع معلومات هست و به هر حال رسیدن به معلومات هم خیلی آسون هست. اینجاست که چی نقشی رو مثلا تنها به صورت نقطه قوتی که در خانواده و پدر مادر میاد اون محبت هست که فرزند رو بتونن قلب و دلش رو پر کنند از محبت و عشق. وقتی که بچه این محبت رو اگر خدای نکرده در خانواده‌ای گم کرد، این یه نیاز هست، دنبال این نیاز در خارج از خانواده میگرده و مهمترین افرادی که این به اصطلاح میتونن برای بچه مفید واقع بشن یا خودش احساس میکنه، اون به اصطلاح دوستا هستن. خب تو این دوستان ناباب هست، دوستان درست هست، دوستان بد هست و به طور عموم در فضای جامعه متاسفانه خب دوستایی که به اصطلاح میتونن بچه رو زودتر جذب کنن، حرفش رو بشنون، همین پاتوق سازی های بچه های به اصطلاح مقدار ولگرد یا نادرست هست. اگه بچه تو این پاتوق ها افتاد، خب به اصطلاح انحرافش بسیار زیاد هست. این یکی از مواردی است که بسیار مهم هست در تربیت فرزندان. خود وسایل ارتباط جمعی، خب الان به خصوص اینترنت و نمیدونم وسایل به اصطلاح که هوشمندی که در اختیار بچه ها هست، خب اینها بچه رو از ما دزدیده، از محیط خانواده اون رو گرفته. میبینید که بچه توی خانواده هست، در محیط خانه هست، اما با هوش و عقل و ذکاوتش این در یه شهر شلوغ، در نمیدونم یک کشور بسیار دور داره سیر و سیاحت میکنه، با افراد اونجا داره چت میکنه، با در اون فضا اصلا از نظر فقط جسمش با ما هست، روح و روان و هوش و همه چیزش خارج از این محیط ما هست. حتی آموزه های فکریش، حتی داده های حتی میبینیم که حتی در شیوه سخن گفتنش، در نحوه پوشیدنش، در نحوه رفتارش، رفتار سلوکیش، رفتار عقلانیش، همه اینها میبینیم که این اصلا گویا اهل این خانه و اهل این محیط و حتی اهل این کشور نیست. خب یک فرهنگ‌های دیگه‌ای داره به بچه ما تزریق بشه و اون هم به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که بچه مثل یک بسیار لیوان خالی است. اگر ما این لیوان رو هیچ وقت لیوان خالی نمیمونه، یا ما اون رو با یه چیز مفیدی پر میکنیم، یا اینی که ما خالی نگه میداریم، خب هوا میاد توش، گرد و خاک میاد تو، نمیدونم کسی دیگه میاد و یک ماده مسمومی رو توش میذاره و پرش میکنه. اینه که به خصوص در این رسانه ها فیلم های مبتذل، تصاویر مبتذل، داده های فکری منحرف، فیلم های کارتون، اینها خیلی نقش
بزرگی رو ایفا میکنه در انحراف بچه ها، در ضایع کردن اخلاق بچه ها، غیر از آثار منفی دیگه‌ای که بر جسم بچه ها حتی میتونه داشته باشه. این محیط خیلی مهم هست، حالا چه محیط فکری باشه حتی چه محیط جغرافی. همین آب و هوا هم خیلی نقش داره در ساختن بچه ها. اون وقتی که به اصطلاح آب و هوای خوبی رو داره، در فضای به اصطلاح روستایی هست، در نمیدونم شهر آلوده نیست، خب هم از نظر جسمی بهتر رشد میکنه، هم از نظر به اصطلاح اخلاقی و سلوکی حتی بهتر رشد میکنه. مگه ما نمیگیم که مثلا به طور عموم صحرانشینا افراد بسیار سخاوتمند و شجاعی هستند؟ آقا کوهنشینا اهل کرم و بزرگنوازی و به اصطلاح شخصیتشون خیلی قوی هست، اعتماد به نفسشون خیلی بالاست. اهل نمیدونم روستا و کشاورزی اهل قناعت هستند و اهل رضایت هستند و همیشه از زندگیشون خوشحالند و راضی‌اند. اینا خب به همین محیط حتی نقشی رو به اصطلاح ایفا کرده. اگه قرار یه محیطی که زبان بسته است در انسان چنین انعکاس پیدا بکنه، خب به طور حتم اون محیط دیگه که به اصطلاح محیط رفتاری و سلوکی باشه، محیط اجتماعی باشه، در میان دوستان، در میان خانواده ها، در میان وسایل ارتباط جمعی، که یک محیط تفاعل گرایست که ما با اون محیط تفاعل نشون میدیم، به مراتب و به حتم تأثیرش بسیار بیشتر هست در تربیت فرزند. بدون شک. ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید میان برنامه ببینیم به همراه شما و بینندگان عزیز. برمیگردیم همچنان در خدمت شما خوبان خواهیم بود با بررسی این موضوع بسیار مهم، بحث تربیت اخلاقی کودکان و چالش ها و راه حل های پیش رو. همراه ما باشید. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در خدمت شما هستیم همچنان با بررسی ادامه موضوع تربیت اخلاقی کودکان و اهمیتش و چالش های پیش رو و راه حل هاش که چیکار باید کرد. جناب دکتر، در قبل از میان برنامه شما اشاره فرمودید به تاثیر محیط، تاثیر رسانه، تاثیر وسایل ارتباط جمعی و آنچه که در عصر و زمانه ما تاثیرگذار هست بر تربیت اخلاقی کودکان ما. اینها که همه مشکلات موجود در جامعه ماست و مشکلاتی که هر خانواده‌ای با اون دست و پنجه نرم میکنه واقعتش، و مشکل بتونیم ما اینها رو حذف بکنیم. چیزی مثل تلویزیون رو، چیزی مثل رسانه رو، اینترنت رو، یا حتی دوستان رو. خب بچه میره مدرسه، میره بچه تو محله زندگی میکنه. الان راه حل چیست؟ چطور ما میتونیم در تربیت اخلاقی کودکانمون موفق باشیم؟ آیا مقوله محبت که شما فرمودید بسیار مهمه و سلاح بسیار بزرگی است در اختیار ما که ما میتونیم از این استفاده بکنیم در غیاب اون موقعیت اجتماعی که نسل قبلی داشت، پدران و بزرگان ما که از لحاظ علمی در یک سطح بالاتری از ما بودن و ما به خاطر همین هم که شد از اونها حرف شنوی بیشتری داشتیم و تاثیر حرف اونها بر ما بیشتر بود. الان این جابجا شده و برعکس شده. آیا محبت میتونه به تنهایی مشکل رو حل بکنه؟ به این معنا که ما والدین الان یک رابطه خیلی عاطفی گرمی بین فرزند و خودشون ایجاد بکنن و بتونن از این سلاح استفاده بکنن که در مقابل همه خطرهایی که مطرح شد
این کفاف بده و دیگه خیالشون جمع بشه که خب چون محبت داره فرزند من نسبت به من خیالم جمعه که دیگه بچه حرف منو گوش میکنه و مشکل دیگه ایجاد نمیشه؟ ببینید، محبت در واقع یه راه حل نیست. محبت یک به اصطلاح یه رابطه است که این رابطه به ما این فضا رو میده که ما شخصیت بچه رو خوب خمیرش رو بسازیم. وقتی که ما میگیم که به اصطلاح این محیط تأثیر منفی داره، خب این محیطی هست که ما نمیتونیم اونو حذفش کنیم. ما نمیتونیم به اصطلاح بچه رو زندانیش کنیم یا نذاریم در محیط و نمیتونیم هم بچه رو بر یک معیارهای به اصطلاح خیالی که تو ذهن داریم اون رو تربیت کنیم. اما اگر ما تونستیم در بچه به جای اینی که ببینیم ما یک برخی اشتباهات تربیتی رو ما در مسیر تربیت فرزندان داریم تکرار میکنیم، متاسفانه در جامعه های ما زیاد هست و این هم به خاطر این است که والدین اهمیت تربیت فرزند رو نشناختند. ببین در بسیاری از کشورهای اروپایی قبل از این که والدین به اصطلاح صاحب فرزند بشن، وقتی میخوان بچه دار بشن مجبورن از طرف حکومت به اصطلاح دوره‌های خاصی هست که باید اینها این دوره رو طی کنن، مدرک بگیرن، بعد از اون بهشون اجازه میدن که به اصطلاح صاحب فرزند بشن. این یه شیوه‌ای هست که باید، یعنی در جوامع ما باید این به طور سیستماتیک اجرا میشد که والدین باید میدونستن که برای تربیت فرزندانشون یک مراحل رو باید طی کنند، یک آموزه هایی رو کسب کنند. ما دو آیه در قرآن کریم داریم که بسیار مهم هست و عنوان هویتی ما رو مشخص میکنه. اولین سخن خداوند متعال با ما بنی آدمیان هست که اقرا، بخوانید خودتون رو رشد بدید و بالا ببرید. دومیش هست واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از دانشمندان، از اهل تخصص، از افرادی که در هر زمینه تخصص دارند بپرسید. یعنی در محضر شاگردی به اصطلاح متخصصین در هر زمینه بشینید تا اون تکنیک های تربیتی، تکنیک های روند رشد هر مسئله رو به سادگی و به راحتی یاد بگیرید که اون رو اجراش کنید. رو از اهل فنش برید و آموزش ببینید تا موفق باشید در اون کار. دقیقاً، یعنی باید این به طور سیستماتیک در زندگی ما اجرا میشد، چون که یک دستور الهی است برایمون. وقتی ما میخوایم یه بچه رو به اصطلاح بندازیم تو دریا، باید قبل از اون شنا بهش یاد بدیم. این محیط همون دریاست، اقیانوس هست، توش امواج هست، توش نهنگ ها هست. اما وقتی که ما اون رو تربیت کردیم، دونستیم که به اصطلاح چطور در این مشکلات بسازه، به جای اینی که بیاییم به اصطلاح بر رفتارها اون رو تربیت کنیم، اون رو بیاریم بر ارزش‌ها تربیت کنیم، اونجا مسئله بسیار حل میشه. دیگه ما الان نمیترسیم که بچه‌مون غرق بشه، نمیترسیم بچه‌مون ضایع بشه، نمیترسیم بچه‌مون از دیگران رنگ بگیره، بلکه میتونه رنگ بده. وقتی ما میایم بر ارزش‌ها تربیتش میکنیم، یعنی بر ارزش صداقت اون رو تربیت میکنیم. وقتی که بچه رو اهمیت صداقت رو فهمید و دونست که صداقت یعنی چی و چه ارزشی هست و باعث میشه که به خداوندش نزدیک بشه، محبت خداوند رو به دست بیاره، اونجاست که یک شخصیت ساخته میشه. وقتی که مثلا ببینید ما تو بچه‌مون این انگیزه رو به وجود بیاریم، هر کاری وقتی میخواد انجام بگیره باید انگیزه‌ای داشته باشه. اون انگیزه است که به اصطلاح اگر این انگیزه‌ای که به اصطلاح محرک هست، اون لذت بردن هست که از اون کار لذت ببره. وقتی که لذت میبره اون کار رو به نحو احسن انجام میده. اما وقتی که به زور انجام بده، یعنی یک اهرام دیگه اون رو به حرکت در بیاره. اصلا وقتی که ما به بچه‌هامون میگیم که این کارو نکن، مردم چه خواهند گفت؟ وقتی این کارو میکنی اوه همه بدت میگن، بدنام میشی، نمیدونم بابات میبینه، بابات عصبانی میشه. وقتی که به اصطلاح اون انگیزه انجام کار یه لذت بردنه، خوشش میاد، طرف میخواد باباش عصبانی کنه، خب اون کار انجام میده، لذت میبره. خب
نقطه ضعف دیگران رو وقتی احساس میکنه که این کار رو کرد، مادرش به اصطلاح دعواش میکنه، سر صدا میکنه فلان، اون میخواد از مادرش رو عصبانی کنه، سر صداش رو به اصطلاح در بیاره، خب اون کار رو انجام میده. اما وقتی که میایم اون رو بر یک انگیزه به اصطلاح عبادت، رابطهش رو با خداش میکنیم، بهش خوب و بد رو نشون میدیم، بعد از اون بهش میفهمونیم که تو آزادی. ببینید در قصه حضرت نوح علیه السلام خیلی زیباست. در قصه حضرت نوح علیه السلام، حضرت نوح اومدن سوار کشتی شدن، بچهشون به اصطلاح پاشو توی کفش کرد که نه من سوار نمیشم، یه آدم کودنی بود نمیخونه از حرف باباشو بگیره بفهم. خب حضرت نوح میتونست که 4 تا از زمین مسلمانان رو بفرسته، بگید آقا گوششو بگیرید دست و پاشو ببندید برید بندازید تو کشتی. غلط کرده که نمیاد سوار بشه، میتونست این کارو بکنه، چپ و راست میزد میآوردش. بله، اما اگر این کار رو میکرد اون هم قاعدتا میومد. اما چرا میومد که خواست اجباری پدرش رو اجرا کنه. الان اونجا انگیزه نداره، اون در واقع پدرش رو الان عبادت میکنه، خدا رو عبادت نمیکنه و این فاقد ارزش هست. حضرت نوح فرمودن که یا بنی ارکب معنا، بچه‌م بیا سوار شو با ما. گفت نه من نمیخوام سوار شم، من میرم روی کوه، یا من فلانم. یعنی هنوز توی این فرد عصیان هست، خدا رو نشناخته. خدا رو که نشناخته خب قدرت خدا رو نمیشناسه، در به اصطلاح عذاب خدا تو تصورش نمیاد، همه این حرفایی که باباش میگه اصلا براش به اصطلاح هضم نمیشه، هیچ ارزشی نداره. خب الان باید، چون که خودش این راه رو انتخاب کرده. ببینید در عبادت خداوند متعال، در عبادت خالق، وقتی که خود خالق میاد به ما اختیار میده و هدیناه النجدین، آقا فرد راه 2 تا راه رو جلوی روش گذاشتیم، هر کدوم رو که میخواد انتخاب کنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب هر کی خواست ایمان بیاره، هر کی خواست که راه کفر رو بره. وقتی که در اون مثلا ببینید خداوند متعال قاعده کلی برای ما بیان میکنه، یک قانون کلی، لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست. چرا؟ چون که اجبار باعث متنفر شدن میشه. وقتی ما کسی رو مجبور کنیم یک کاری رو انجام بده، از اون زده میشه. باید اینها همه پله پله بیاد، با خواست بیاد، با شوق بیاد، با عشق و علاقه بیاد. حتی ببینید در مهمترین نقطه‌ای که برای هر مؤمن مهم هست و در یک نقطه تربیتی بسیار مهمی هست، نماز هست. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. یک به اصطلاح مدرسه هست نماز. خود این مدرسه ما حق نداریم گوش بچه رو بگیریم به زور ببریم وارد این مدرسهش بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند که علموا اولادکم الصلاة، بچه‌هاتون رو به اصطلاح نماز یاد بدید و هم ابناء 7، از 7 سالگی. تشویق یعنی از کوچیکی اینها رو تشویق کنید، پله 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 پله، تا بیان به اصطلاح خودشون با عشق و علاقه بیان نماز. وقتی که به اصطلاح بچه رو تو اجبارش کنی ببری، خب از مسجد زده میشه. اما وقتی که به اصطلاح به طور مثال ببینید بچه، پدر میخواد بره مسجد، مادر میگه که خب پسر که کوچیک هست، 2 ساله هست، 1 ساله هست، نمیدونم 3 ساله هست، خب خوشش میاد بره بیرون. میگه که مثلا محمود هم با خودت ببر مسجد. میگه نه محمود هنوز بچه است، کوچیکه، نمیخواد. این رو به اصطلاح خود پدر و مادر باید در ساختن بچه با هم یک نوع اتفاقی داشته باشن، یه نقشهایی رو بازی کنن. حتی نه هنوز به اصطلاح محمود کوچیکه، نمیشه بردش مسجد. خب ای بابا محمود هم میخواد که بره. هر بار این تکرار میشه. نه یکم بزرگ شد، اونم بچه که میخواد، همیشه بچه میخواد که به اصطلاح خودش رو نشون بده، اعتماد به نفسش بالاست، بچه یک قدرت خارق العاده است در یک به اصطلاح کیان کوچیک، میخواد که نشون بده که من مرد شدم، من بزرگ شدم. ببینید هر بچه کوچیکی میخواد این کارایی بکنه تا نشون بده که من هستم، من بزرگم. خب وقتی که بچه میفهمه که این رفتن به مسجد عنوان بزرگی هست، عنوان شخصیت هست، عنوان یک نماد محترم هست، با عشق و علاقه وقتی پدرش میخواد بره، میدوه که من بزرگ شدم، من باید بیام. اما وقتی نه، پدر به اصطلاح بچه رو از بازی که سرگرم هست میخواد که بندازه اینو بیرون، اینترنتشو قطع کن، فلان کن، بیا بریم به مسجد، و گوش هم بگیره که غلط کرده نمیای، بیا همه میان. اینجاست که به اصطلاح خب به زور میبردش، به زور که برد، خب
میاد، مجبورن هم میاد، اما اونجا دیگه مسجد رو به اصطلاح برای شیطون هم دم درست میکنه تو مسجد. خب اینجاست که به اصطلاح ما بچه رو از نماز یا از یک نماد اخلاقی، از یک ارزش اون رو متنفر کردیم. اینه که ما باید به ارزش ها در به اصطلاح تربیت بچه هامون بها بدیم. ارزش صداقت، ارزش محبت، ارزش نمیدونم احترام دیگران، کمک کردن به دیگران. وقتی این به اصطلاح ارزش در بچه ساخته میشه، خود به خود انگیزه به وجود میاد، انگیزه ای که در اون لذت میبره. وقتی که به دیگران کمک میکنه لذت میبره. وقتی که در یه فضای آلوده‌ای قرار میگیره احساس میکنه که خودش اون کار رو نمیکنه، لذت میبره. وقتی میبینه که 4 تا از همکلاسی‌هاش، دوستاش دارن سیگار میکشن و اون سیگار نمیکشه، احساس میکنه که خیلی از اونا بزرگتره، خیلی عاقل‌تره. اینو مثلا خود احساس میکنه. دعاش هم همینه. دعایی که ما به بچه‌مون یاد میدیم، الحمدلله الذی عافانی مما ابتلا به کثیرا من خلقه، و خدا رو شکر که منو به اصطلاح عافیت بخشید و از این منجرابی که بسیاری از افراد توش افتادن خداوند منو رهایی داد. وقتی که دیگران هم مسخرش میکنن، هی بابا ترسو رو بزدل، از پدرش میترسه، سیگار نمیکشه، بود مردی اختیار. اینجاست که در مقابل اون تحقیر دیگران، اون تربیت پدر مادر است که اینجا کارساز هست. خب ببینید وقتی ما میاییم به بچه‌مون یاد میدیم که تو خالقت خداست. ببینید در همین محیط ما یک مارک هایی هست که نامدار هست، یک شرکت هایی هست، کارخانجاتی هست که نام داره. مثلا حالا تبلیغات نشه واسه شون، شرکت تویوتا، هر ماشینی تویوتا میزنه ما با یک چشمای بازی نگاش میکنیم چه ماشینی هست. حالا شکل و قیافه داشته باشه، نداشته باشه، نمیدونم خیلی هم زشت باشه، هر چی باشه، تا همون که رو میبینیم دیگه به اصطلاح تعریفش میکنیم. خب به خاطر چی؟ به خاطر اون مارکش، اون شرکتش. وقتی ما میاییم به بچه‌مون یاد میدیم که تو رو خالق زمین و آسمان خلق کرده، خداوند بزرگ، الله اکبر، خالق که همه کائنات محتاج اون هست، اون اینا رو درست کرده. خب وقتی که همچنین احساسی میکنه، حالا همه دنیا بگن زشتی، اون در داخل خودش زیباست، زیباییش رو از خدای خالق گرفته. همه دنیا بگن که آقا کودنه، نمیفهمه، عقل نداره، شعور نداره، اما اون میفهمه که اینا همه حرف هوایی است. همه دنیا بلند چند بگن آقا که چند صد نفر بلند بشن یه طرف به اصطلاح ماشین تویوتایی سوار شده بهش بگن این چه ماشینیه، این که قلاقه، این که ارزش نداره، فلان نداره، اون اصلا گوشش بدهکار نیست. چرا؟ چون این شرکت نام گرفته. خب وقتی ما میگیم این ارزش رو، این ارزش به اصطلاح بندگی خداوند، افتخار به خدا و به اینی که من مخلوق خدام، خداوند من رو برای عبادت خودش خلق کرده، این مفاهیم رو در خودم داشته باشم، این بسیار کمک میکنه در مسیر به اصطلاح زندگی و در اینی که هویتم رو ضایع نکنم و ذوب نشم در یک محیطی که به اصطلاح آلوده است و محیطی که در اون خیلی از افکار، خیلی از فرهنگ‌ها در ستیز هستند برای اینی که من رو ذوب کنند یا من رو خرد کنند و خودشون رو بر من غالب کنند. پس جناب دکتر شما میفرمایید که ما در موضوع تربیت بیشتر باید به جنبه اختیار در تربیت بپردازیم تا جنبه اجبار فرزندانمون بر این تربیت. آیا همیشه این گونه هست که ما بتونیم با اختیار موفق باشیم یا نه بعضی وقتها نیاز هست که اجباری هم باشه؟ خب طبیعت فرزند بعضی وقتها تقاضا میکنه که یک مقداری حالا اون لجاجتش، اون طبیعت کودکیش و بعضی وقتها عنادش نسبت به یک موضوع. آیا اصلا در موضوع تربیت شما به هیچ عنوان مسئله اجبار رو مناسب نمیدونید؟ ما اصلا غیر از اختیار راه حلی نداریم. اجبار وقتیه که به اصطلاح ما خودمون یه اشتباهاتی کردیم، الان داریم مجبوراً، حالا میخوایم که اون اشتباهات خودمون رو
به اصطلاح یه جوری سرپوش بزنیم. کدوم اشتباه؟ مثلا من متوجه صحبت فرموده شما نشدم. مثلا الان فرزند عناد میکنه، اشتباه پدر مادر چیه این وسط؟ مثلا شما فرمودید که به اصطلاح لجاجت. خب بچه لجاجت میکنه، خب باید دیگه الان گوش رو گرفت. بچه چیزی به نام لجاجت رو بلد نیست. ما نتونستیم به بچه بفهمونیم که چه باید بکنه. ببینید خاصتا بعضی از عمرها بین مثلا 8 ماهگی تا 3 سالگی، در این عمر بچه میخواد از هر چیزی سر در بیاره. الان یک کیانی هست کوچیک، همون به اصطلاح موجود خارق‌العاده، همون نمیدونم مبتکر، الان میخواد از هر چیزی سر در بیاره. وقتی که به اصطلاح به لیوان دست میزنه ما میگیم نه. و چرا نه؟ و نفهمید که چرا نه. باید ما بهش میفهمودیم که چرا نه. دستتو میبره بچه‌م با محبت. وقتی میفهمید که به اصطلاح این کار رو اگه من بکنم من منع شدم به خاطر به اصطلاح گزندی که به خود من میاد، اگه دستم رو آتیش گذاشتم به خاطر این که میسوزم. مادر وقتی که بهش میگه نه، نه رو باید تفسیرش کنه. اگر مثلا یکم دستشو نزدیک آتیش بیاره ببینه که به اصطلاح ببین بچه‌م الان دستت میسوزه، اگر روش باشی که دیگه زغال میشه، یا میترسوندش با یک واقعیتی که حالا ما فکر نکنیم که بچه‌ها نمیفهمن. بچه‌ها خیلی هم باهوشند و خیلی چیزا رو میفهمن، اما نیاز هست که ما باشون مثلا خوب برخورد کنیم. وقتی که بچه یک کاری رو میکنه ما محکم میزنیم تو دستش، میگیم که به اصطلاح بی تربیت این کار رو نکن. اصلا بچه نمیدونه که با تربیتش چی هست، که بی تربیتش کدوم باشه. وقتی نتونستیم اون رو بفهمونیم، خب میاییم قاضی میشیم، احکام صادر میکنیم برای کسی که اصلا این قوانین ما رو نمیشناسه. ما بیایم اول قوانین رو معرفی کنیم، بهش بگیم که اگر این کار رو کردی اشتباست. خب و در حتی وقتی که قوانین رو معرفی میکنیم ربط این قوانین به ارزش ها باشه. وقتی مثلا بچه رو میگیم که این کار رو نکن که اگر به اصطلاح مردم ببینن خیلی بده، خب یعنی داریم خودمون بهش میگیم که این کار رو اگه مردم ندیدن بکن چون که بد نیست. خب این کار رو نکن چون اگر بابات بفهمه عصبانی میشه. خب یعنی اینی که ما داریم تو ذهن بچه میکاریم، اگر مطمئن هستی که بابا نمیبینه و متوجه نمیشه پس این کار رو بکن. خب این یک و اما اومدیم ارزش رو تو ذهن بچه کاشتیم. این کار شما باعث میشه که خدا ازت ناراحت بشه. این کار شما باعث میشه که به اصطلاح خب یه گناهی انجام بدی، یه اشتباهی بکنی و این اشتباه خب پیامدهای بعدش رو داره. این باعث این میشه که خدا ناراض بشه. خدا که ناراض شد بنده های خدا هم ازت ناراض میشن، محبت از قلب ها بیرون میاد. محبت دست خداست، خدا رو کسب کردی، همه چیز رو کسب کردی، خداوند تو رو دوست داشته باشه همه خلائق رو مجبور میکنه تو رو دوست داشته باشن. قلب های خلائق دست خداست. همه این مفاهیم رو وقتی که تو بچه میذاریم الان یک قدرت های کنترل خارجی روی بچه حاکم هست که این قدرت ها گم نمیشه. قدرت پدر و مادر بود که کارو نکن بابا عصبانی میشه. خب الان اون نیرو حذف شد، بابا رفته سفر متوجه نمیشه، تا وقتی بیاد همه چیزا از آب و سیمون افتاده. پس استقلال کامل پیدا میکنه. به خصوص خیلی از خانواده رو میبینیم تا پدر مدتی از خونه گم میشه نوجوانها منحرف میشن. چرا؟ چون که این تربیت بر این یک هیبتی بود که ما از پدر ساخته بودیم. اونها در واقع حتی اگر نماز میرفتن خدا رو عبادت نمیکردن، پدر رو عبادت میکردن، چون که به خاطر پدر رفته نه به خاطر خدا. ما ارزش رو اشتباهاً به بچه داده بودیم. ما روی سلوک و رفتار بچه داریم خط میکشیم این کار رو بکنی. دقیقاً انگار که به اصطلاح سقف خونه آب میده وقتی بارون میاد، ما چه کار میکنیم؟ خب آب داد، این گلکاری هایی که روی گچکاری هایی که ما کرده بودیم خراب شد. خب الان بارون نیست چه کار کنیم؟ میایم این گچکاری رو بر میداریم، یه گچکاری دیگه میکنیم، رنگ میکنیم، فلان میکنیم. اصل موضوع رو حل نکردیم. اما اگر میرفتیم پشت بوم، اون قیرگونی هایی که خراب بود، اونایی که به اصطلاح آفتاب زده بود، اونا رو عوض میکردیم، قیرگونی جدید میکردیم، اینا خب خود به خود پایین دیگه مسئله حل شده بود. خب
اینجاست که هر چیزی رو ما باید رابطه بچه رو با خداش به اصطلاح بسازیم. یه نقطه خیلی ظریفی هست که ما متاسفانه از اون خیلی غافل هستیم و اون اینه که ببینید بعضی چیزا باید مرتب تکرار بشه در محیط خانواده و با مدت زمانها. ببینید اذان یک پیام الهی است. خب یه وقت سر صبح کافی بود که یه مؤذنی بیاد بگه الله اکبر الله اکبر، آهای بیایید نماز. صبح هم که نماز میخوندن، بعد از نماز امام میگفت آهای مردم نماز خوندید مبارکتون، اما یادتون نره امروز 4 تا نماز دیگه هم جلوی رو داریم، 5 تاشو کامل کنید ها. این کافی بود. اما نه، میبینیم که اذان 5 بار تکرار میشه، اونم با صدای بلند تا همه ما بشنویم. برای چی؟ برای اینکه یک داده ها هست، یک جمله هایی هست که باید همیشه تکرار بشه تا در ذهن ما انسان ها بشینه. وقتی که ما انسان ها یک جمله تو ذهنمون نشست و اون این است که خدا از همه چیز بزرگتر هست، الله اکبر. و الان چی شد؟ الان ما رو دیگه هر جا که میخوان بندازن، در هر مشکلی که از ما بیفتیم، میدونیم که اینجا یک خدای بزرگتر از همه چیز هست. در فتنه، در نمیدونم عذاب، در شکنجه، در نمیدونم. ببین الان همین صحنه هایی که امروز ما میبینیم از به اصطلاح به هر حال مصیبت هایی که بر امت اسلامی میاد، در سوریه مثلا این صحنه ها رو میبینیم که یک مردی میاد، یه پیرمردی میاد، انگار نه انگار که کل شهر ویران شده، انگار نه انگار که 5 تا بچهش زیر آوارن، زنش به اصطلاح مشلول شده، 2 تا دخترش به اصطلاح 2 تیکه شدن، جسداشون تو دستشه. میاد و طوری حرف میزنه، با اون اعتماد به نفسی میاد جلو، میگه که ما راضی هستیم به قضا و قدر الهی. اگر دوستان برنامه دیشب رو دیده بودن، واقعا انسان وا میمونه در مقابل این معجزه که یه پیرمردی میاد و تأکید میکنه راضی هستیم، خیلی هم راضی هستیم، خیلی هم راضی هستیم. این چی هست؟ این همین به اصطلاح ساختار این شخص هست. ببینید هی این شخص شنید الله اکبر الله اکبر، الان بزرگی هر قدرتی در مقابل اون هیچ، در چش اون هیچ هست. روسیه امپراتور هست، فلان هست، آقا ایران با ارتش 25 میلیونی یا 20 میلیونی یا خمینی و آقا فلان، همه چی در چشمای اون مثل یه پشه‌ای هست. چرا؟ چون از اول ساخته شد. وقتی که مثلا در همین اذان ما روزانه میشنیم حی علی الفلاح، حی به سوی رستگاری بیایید، به سوی خوشبختی بیایید، به سوی ساختن خودتون بیایید، به سوی سعادت بیایید. اینجاست دیگه معانی. مثلا وقتی یک خانمی رو میاد میبینید که حجابش رو درست میپوشه، لذت میبره. انگیزه ای که این رو به طرف حجاب میکشه لذته. چرا؟ میگه که رستگاری من در اینه، سعادت من در اینه. پیرمرد یا نوجوان رو میبینی که در به اصطلاح سردی زمستان لحاف گرمش رو میذاره، بلند میشه، کسی اون رو مجبور نکرده، بلند میشه میره آب سرده، با همون آب سرد وضو میگیره، در همون سردی لرزان لرزان خودش رو میرسونه به مسجد نماز میگیره. وقتی ما این حرکت رو ببینیم تعجب میکنیم چه قدرتیه که این رو مجبور کرده با عرض پوزش، چه قدرت و توانی هست که این شخص رو مجبور کرده آرامش، سعادت، خواب نرم رو رها کنه، بیاد تو این سردی بیاد مسجد. اینه که ما به اصطلاح الان توی این شخص یک انگیزه‌ای پیدا شده و یه لذتی این شخص میبره. لذت این نوجوان در حال رفتن به مسجد تو اون سردی که میلرزه دندوناش به هم میخوره خیلی بیشتر از اون شخصی است که زیر لحافش توی رختخواب گرم و نرم داره به اصطلاح خورخور میکنه. این سعادتی که این احساس میکنه، این نتیجه چی هست؟ این تکرار همیشه تو شخصیت اون ساخته شده که حی علی الفلاح،
به سوی رستگاری بیا، به سوی سعادت بیا، الان داره به سوی سعادت میره، به سوی رستگاری میره. هر قدمی که میزنه احساس میکنه که داره به خداش نزدیکتر میشه. هر قدمی که میزنه احساس میکنه که بر فضیلت‌ها و بر هویتش و بر شناختش افزوده میشه، از رذایل و از زشتی‌ها داره دور میشه. این وقتی که ما بچه رو اینطور تربیت کردیم، میبینیم بچه میره به اصطلاح اروپا، تو قعر فساد زندگی میکنه، از اون ور بلند میشه میاد اقبال لاهوری، فیلسوف بزرگ اسلام. اینه که به اصطلاح راه حل ساختن هست. راه حل این نیست که ما بیایم به اصطلاح با یک اجبار، با زور یه چیزی رو به خورد افراد بدیم. خب این رو تا زور هست انجام میدن. اولین وقتی که این زور و اجبار برطرف شد دیگه انجام نخواهند داد، هیچ مجبوریتی دیگه وجود نخواهند داشت. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از صحبت زیبای شما. اجازه بدید میام برنامه کوتاه بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود با ادامه این بحث. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم را بشارت دهید و آنها را متنفر نسازید. صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. همچنان با شما هستیم با موضوع تربیت اخلاقی کودکان. جناب دکتر، اگر در موضوع برخی از روش ها، تاکتیک ها، فن و فوت هایی که کمک میکنه به ما در تشویق کودکانمون برای مزین شدن به اخلاق زیبا بخوایم صحبت بکنید، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید تا بهتر به نتیجه برسیم، سریعتر بتونیم که در روند تربیت اخلاقی کودکان موفق باشیم؟ شما یک نقطه رو اشاره کردید خیلی زیبا بود. این میتونه مقدمه بحث ما باشه و اون اینه که شما فرمودید مثلا تشویق ها. خیلی وقت هاست که ما این تشویق یک عنصر خوبی هست، اما ما میایم اون رو اشتباه استفاده میکنیم. بچه وقتی کاری میکنه ما میایم بهش به اصطلاح یک جایزه میدیم. خب ما اومدیم این کار رو، این به اصطلاح حرکت مثبت رو ربطش دادیم به یک جایزه، به یک چیزی. الان
اگر اون جایزه نباشه خب اون انگیزه از بین میره. یعنی نمیتونه چرا حداقل زحمت کمکی بکنه برای اینکه راحت‌تر دست پیدا بکنیم ما به اون هدف؟ چرا کمک میکنه، اما هدف رو رسیدیم. باری دیگه که نیاز هست که این فصلا هدف برآورد بشه اما جایزه نیست، خب دیگه انگیزه هم از بین میره. اینجاست که ما باید به اصطلاح تشویق بکنیم به جای اینکه پاداش بدیم. خب تشویق کرده رو به اصطلاح وقتی که ما میایم به اصطلاح کودک رو روی ارزشی کاری انجام داد تشویقش میکنیم، اون بیشتر به اون به اصطلاح تمایل پیدا میکنه، میبینه که شخصیت پیدا کرد، احترام پیدا کرد به خاطر به اصطلاح این کارهای خوبی که انجام میده. یا مثلا وقتی که تشویقش هم میکنیم به جای اینکه بیایم رفتارش رو سلوکش رو مدح کنیم تحسین کنیم، بیایم خودش شخص رو تحسین بکنیم. نگیم که مثلا آفرین راست گفتی، خیلی کار خوبی کردی، آفرین به فلانی رو کمک کردی، نمیدونم فلان لطفو کردی، خیلی کار خوبی بود. این سلوک رو ما الان به این رفتار رو تحسین کردیم. خب این تحسین رفتار اعتماد به نفس رو بالا نبرد. من هیچ کاره ایم در این موضوع، این کار شد، کار خوبی بود، اما من ارزش من کجاست؟ در مقابل اگر ما اومدیم گفتیم که بسیار پسر خوبی هستی چون که دیگران رو کمک میکنیم، واقعا بهت افتخار میکنم که بسیار پسر مهربان و انسان دوستی هستی، به به چه دختر خوب، دختر راستگو. خب وقتی ما میایم خودش رو تحسین میکنیم به خاطر اون رفتار، خودش وقتی که تحسین میشه یه اعتماد به نفسی در اون پیدا میشه. اما وقتی گفتیم نه کار خوبی کرد دیگه، راست گفتیم، کار خوبی کرد که راست گفت، چون که من دیدم کار خوبی بود تحسین شد، به شخصیت اون اعتماد به نفسش به عنوان خود شخص بالا نرفت. این سلوک خوب بود اما من خوب نیستم، شاید من به خاطر این سلوک خوب باشم و اگر این سلوک نباشه من خوب نیستم. اما وقتی میای میگی که نه تو بسیار آدم خوبی هستی، بسیار پسر خوبی هستی، بسیار دختر ایدئالی هستی، به خاطر اینکه به اصطلاح راستگو هستی، تو دختر بسیار مهربونی هستی، تو دختر بسیار انسان دوستی هستی، در اون الان ما داریم یه اعتماد به نفس رو میسازیم، خود اون رو آماده میکنیم که در هر جا این کار رو بکنه، حالا چه چشما اونو ببینه چه چشما نبینه، چون که احساس میکنه که اون جزئی از هویتش هست، جزئی از شخصیتش هست. جناب دکتر پس میفرمایید که ما از کارش هم به تنهایی تحسین نکنیم، از خودش هم به تنهایی تحسین نکنیم، خودش رو به خاطر کاری که انجام داده با هم تحسین کنیم. وقتی ما خودش رو تحسین میکنیم در واقع شخصیتش رو میسازیم. اما وقتی که یه به اصطلاح کارش رو تنها تحسین میکنیم، خب ما به اصطلاح یک نماد خوب رو به اون معرفی کردیم که اگر راست گفتی کار خوب است، راست نگفتی خوب نگفتی. راست گفتی خوب تحسین شدی به خاطر اینکه راست گفتی و مردم دیدند. خب اگه مردم ندیدن چی؟ خب پس هیچ ارزشی نداره، خب تعریفت رفت. اما وقتی خودش رو میگیم که نه تو مهربونی، پس میدونه که من مهربونم، پس هر جا باید مهربون باشم، من راستگو هستم، پس هر جا باید راست بگم، چه مردم دیدن ندیدن این شخصیت منه، این عنوان منه، هویت من اینه. وقتی مثلا اومد یه کاری رو انجام داد، کار خوبی رو انجام داد، این کار ما خب به هر حال هر بچه یه استعدادایی داره، یک ویژگی هایی داره، ما به جای اینکه بیایم این استعدادهایی که اون در رسیدن به اونها هیچ نقشی نداشته، ماشاءالله دخترم خیلی خوشگل و زیباست، پسرم ماشاءالله عضلاتش رو برم، این عضلات رو اون نساخته، این هیکل رو خداوند براش درست کرده، اون هیچ نقشی نداشته. ما هرچی این رو به اصطلاح تحسین کنیم زیاد نهوش و ذکاوتش و قدرت و نمیدونم اینا زیاد اون رو اعتماد به نفس نمیده. اما وقتی میایم تحسین میکنیم چی رو؟ اون تلاشش رو، کوشش هایی که انجام میده، چیزی رو که با عرق جبین خودش به دست میاره، خب اون رو وقتی تحسین میکنیم رشد پیدا میکنه.
وقتی یه بچه به اصطلاح زحمت کشید، ما دیدیم اون زحمت خودش رو میکشه، اما خب نتیجه خوبی به دست نآورد تو امتحاناتش، اومدیم سرکوفتش زدیم، خب افت میکنه دیگه، الان اون زحمت رو هم نخواهد کشید، اون تلاش رو هم نخواهد کرد. اما اومدیم تحسین کردیم، واقعا تلاش کردی، زحمت خودت رو کشیدی، اما خب شاید این دفعه به اصطلاح سوالات طوری بود که متوجه نشدی، ترکیز نکردی اونجا، خسته بودی یا شبش رو خوب نخوابیدی، رفتی اونجا مثلا متوجه نشدی. اما تحسین کردیم چی شو؟ زحمتش رو، تلاشش رو، زحمتی که کشیده بود، یه اعتماد به نفسی در اون پیدا میشه و بار دیگه این زحمتش بیشتر میشه، چون ما این قدرت هایی که استفاده میکنه اون زحمتش رو داریم قدرشناسی میکنیم. الان بیشتر و بیشتر زحمت خواهد کشید، خب این زحمت بیشتر که بشه انعکاسش هم مثبت‌تر خواهد شد و پیشرفت میکنه. ولی اینکه به هدف هم نرسه، ما در هر حال ما از اون کاری که کرده، تلاشی که کرده، ما قدردانی میکنیم که این استمرار پیدا کنه. اما اگر اومدیم این کار رو نکردیم، اومدیم گفتیم بچم خیلی خیلی باهوشه، ماشاءالله باهوش هست، یه دفعه به اصطلاح یه چیزی رو خون، حفظش کرد، تو تیوار قدرت حفظش خیلی بالاست، خب میگم والا بچم اصلا طول سال اصلا درس نمیخونه، هیچ کاری نمیکنه، شب امتحان یه دفعه کتابو مرور میکنه و میره و اولم میشه. الان من اومدم چیکار کردم؟ یک هوش و ذکاوتی که بچه اصلا در اومدن اون نقشی نداشته، اون رو اومدم بزرگ کردم، یک نوع غرور و وهمی رو در بچه ساختم. الان این تلاش هم نخواهد کرد، کوشش هم نخواهد کرد، به این امید که شب امتحان یه مروری میکنه و به اصطلاح از پل رد میشه. خب این یه اشتباه هست. یا مثلا وقتی که ما بچه رو سرزنش میکنیم، یه کاری کرد، ما اگر بیاییم حس اشتباه رو، حس اینی که من یک لغزشی از من صورت گرفته، باید این رو به هر حال کاری که هست که یک اشتباهی که من انجام دادم باید تحملش کنم، معذرت بخوام، این رو به اصلاح بکنم، این حس رو در اون به وجود بیاریم، این درسته. به جای اینی که ما بیایم اون رو چیکار کنیم؟ بیایم سرزنشش کنیم، خجالتش کنیم. اگه ما بچه رو اومدیم توش شرم و خجالت و سرزنش رو به این شیوه اجرا کردیم، خب بچه احساس حقارت میکنه، احساس میکنه که هیچی نیست، پوچه، بی ارزشه. اما وقتی که احساس خطا کرد، خب احساس میکنه که بسیار پشیمون شده، باید این رو جبران کنه، یک لحظه‌ای ازش سر زده، باید خودش مسئوله، چون که خودش این کار رو کرده، باید بیاد معذرت خواهی بکنه، باید بیاد اصلاح کنه. اینطوری بچه رشد میکنه. یا مثلا وقتی که ما از بچه‌مون عصبانیم، خب اگر این عصبانیت رو بیاییم با یک خشم و عصبانیت و داد زدن به اصطلاح اجرا کنیم، خب بچه شرمنده میشه، احساس حقارت میکنه، اعتماد به نفسش ضعیف میشه، یه تصور منفی که من پوچم، من هیچ کاری نمیکنم، همه کارام اشتباهه در ذهنش به وجود میاد. اینطوری به اصطلاح بچه ضعیف و ضعیفتر میشه و شخصیتش خرد میشه. اما اگر اومدیم در این حالتی که ما عصبانی هستیم، عصبانیت رو به جای خشم با تأسف ابراز کردیم، که اظهار تأسف کردیم که به اصطلاح این اشتباه صورت گرفته ازش، و ما چشم داشته ما از تو خیلی بیشتر بود، شخصیت تو و به اصطلاح پیش ما ارزشش بیشتر از این بود که شما بیایید همچنین اشتباهی ازت سر بزنه. اینجاست که دیگه احساس میکنه که من یک اشتباهی کردم، باید جبرانش کنم، و این باعث میشه که اعتماد به نفسش باز بیشتر بشه، روی خودش بیشتر به اصطلاح اعتماد داشته باشه و سعی کنه که دوباره همچین حرکتی ازش صورت نگرفته و به گونه‌ای این حرکتی که اشتباه شده، خب به هر حال تحمل مسئولیت رو خودش احساس میکنه، به جای اینکه بیاد به اصطلاح ما اون رو شرمندهش کنیم، خجالتش کنیم، دوستری بهش بزنیم یا خوردش کنیم. یا مثلا وقتی میخوایم اصلاحش کنیم، یه مورد اصلاحی رو ما میخوایم به بچه‌مون به اصطلاح تلقین کنیم، بهترین شیوه برای تلقین و ساختن اینه که ما یک الگوی درست به بچه بدیم. بدترین و منفیترین شیوه موعظه است، که ما بیاییم براش
هی روش به اصطلاح سر صدا بکنیم که این کار باید بشه و فلان و علان و موعظه. ببینید موعظه اگر میتونست تغییر پیدا کنه، تغییر بده جامعه رو، الان مثلا فردا روز جمعه است، روز جمعه در هر کشوری مثلا حداقلش 100,000 200,000 مسجد نماز جمعه میخونن. تو هر مسجدی به اصطلاح 1 ساعت حداقل سخنرانی میشه. تصور کنیم مثلا در کشور ما فرداش که جمعه باشه حداقل در 100,000 مسجد نماز جمعه ادا میشه، یعنی 100,000 ساعت مردم موعظه میشه و در هر مسجدی حداقلش حالا بگیم 100 نفر، حالا 100,000 رو بزن ضرب 100، خب یعنی 1,000,000 آدم 100,000 ساعت موعظه میشن. خب دیگه اگر این موعظه میتونست نتیجه خوبی داشته باشه، باید در ظرف 5-6 تا جمعه کل دنیا عوض میشد. اما میبینیم نه، موعظه اون به اصطلاح اون کار رو نمیکنه که الگو اون کار رو میکنه. و وقتی ما هم میایم به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، مثلا ما هیچ وقت نمیبینیم که در حدیثی آمده باشه که فلانی اومد تو خیابون جار زد که های بیایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ساعت 7 تا ساعت 10 فردا صبح سخنرانی دارن. همچنین چیزی رو ما نمیبینیم. هر چه میبینیم این رو میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خیابون میرفتن، کسی رو دیدن این اشتباه رو کرد، بهشون به اصطلاح اینطور اصلاح کردن. یا بیشتر از این چی رو میبینیم؟ این رو میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیدم این کار رو میکرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در همچنین موقفی، در همچنین حادثه‌ای دیدم اینطور برخورد کرد. یعنی یک موعظه عملی، یعنی سنت عملی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش ما پررنگتر از حتی از سنت گفتاریشون. حالا سنت گفتاری پیامبر کی هست؟ پیامبر اون کسی هست که همه چشمها به لبای ایشون دوخته شده، همه تشنه شنیدن حرفای ایشون هستن، همه ایشون رو بیشتر از خودشون دوست دارن و همه در مأموریت دارند از جانب خداوند متعال که مو به مو حرفای ایشون، کردارای ایشون رو بگیرند و اجرا کنند. ما که این موقعیت رو نداریم. ما داریم به مردم، حالا مردم ما رو دوست دارن یا ندارن، یا بچه هامون تونستیم این محبت رو به وجود بیاریم که حرف ما روشون اثر کنه یا نه. اینجاست که بهترین الگو همون موعظه عملی است که ما به صورت عملی به فرزندامون و به دیگران نشون بدیم که کار خوب چی هست و این بیشترین تأثیر رو خواهد داشت. و نیازم نیست که با اون کار خوبی که انجام میدیم به بچه بگیم که این کار رو بکن. نه که تنها همینه که ببینه خود به خود اون تشویق میشه و انگیزه توش پیدا میشه که به اصطلاح این کار باید بشه و من باید این فعل زیبا رو، این حرکت خوب رو از پدرم یاد بگیرم. و خود به خود ببینید بچه تو خونه ای که همیشه نماز هست، تو خونه ای که به اصطلاح فضیلت ها خونه رو به اصطلاح تشکیل میده، میبینین همون بچه کوچیک چند ماه که هست، دختره که چند ماه هست، میره چادر مادرش رو سر میکنه، میاد جانماز رو پهن میکنه و شروع میکنه الله اکبر الله اکبر. کسی بهش نگفت، کسی تشویقش هم نکرد، اما چیزی رو که میدید میخواد که به اصطلاح اون رو به اجرا در بیاره تا ثابت کنه که من هم وجود دارم. جناب دکتر، چون وقتمون رو پایان هست، اگر به صورت مختصرتر من آخرین سوال خودم رو در موضوع امروز از شما مطرح بکنم، در مهارت‌های تربیت اخلاقی مهمترین مواردی رو که شما بخواید بهش اشاره بکنید به عنوان خلاصه بحث امروز، چه مواردی رو میتونید ذکر بکنید، چه مواردی رو ذکر می‌فرمایید به عنوان مهمترین مهارت‌های تأثیرگذاری در این باب تربیت اخلاقی کودکان؟ یک نقطه بسیار بسیار حائز اهمیتی هست که متاسفانه خانواده‌ها یا خیلی از خانواده‌ها این رو دور انداختن و اون اینی که ما بچه‌هامون رو بشناسیم.
و شناخت میشه با چی؟ با گوش دادن. حرفاشون رو گوش کنیم تا بچه مجبور نشه در خارج از خانه دنبال کسی باشه که بسیار اون رو بفهمه، دنبال کسی باشه که اون رو گوش کنه. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو وقتی میبینیم در خیلی از احادیث میبینیم که یک نمیدونم پیرزن اومد دست پیامبر رو گرفت بردش گوشه‌ای باش حرف میزد. یه پسر بچه اومد با پیامبر حرف زد. یه پیرزن اومد، یک نمیدونم یا آدمی، یک پیرزنی بود که مشکل داشت، یعنی مشکل روانی داشت، حالا به تعبیر ما دیوونه بود، اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ایشون رو گرفت گوشی باشون حرف زد. پیامبر داره گوش میکنه. بیشتر از این ما در احادیثی داریم که مثلا یه شطوری اومد پیش پیامبر شکایت، یعنی پیامبر حتی شکایت حیوان رو، حرف حیوان رو گوش میکنه. وقتی که اینقدر اهتمام دادن به حرف دیگران. الان ما بیایم گوش دادن خیلی مهم هست. همونطور که اول اشاره کردم، از تمام حواسی که خداوند متعال به ما داده بیشترین اهمیت رو گوش داره. ما از راه گوش 3 برابر اون چیزی که از راه چشم یاد میگیریم رو از راه گوش ما یاد میگیریم. اون گوشی که به اصطلاح قبل از تولد ما در شکم مادر این فعال بود و ما همه قدرت ها حواسمون رو ما میتونیم کنترل کنیم. میتونیم بینیمون رو نگه داریم نفس نکشیم، میتونیم دست رو چشامون بذاریم نگاه نکنیم، میتونیم نمیدونم دهنمون رو ببندیم و به اصطلاح ذوق چی هست، به اصطلاح حاسه چشیدن خودمون رو از کار بندازیم، اما نمیتونیم گوشمون رو از کار بندازیم. وقتی در قصه حضرت نوح میخونیم که به اصطلاح خداوند متعال وقتی نوح شکایت میکنه که خدایا من اینا رو دعوت میکردم فجعلوا اصابعهم فی آذانهم، میگرفتن همه انگشتاشون رو تو گوش رو میکردن که به اصطلاح صدای من رو نشنون. این کار رو هم بکنیم باز هم میشنویم، باز هم یکم این صدا بلند بشه خب میاد به گوش. یعنی یک قدرتی هست که ما اون رو خداوند متعال به ما داده که ازش استفاده کنیم و غیر قابل ما وقتی میخوابیم همه حس لمسمون از کار میفته، چشامون از کار میفته، نمیدونم همه حواسمون از کار میفته. تنها گوش هست که خاموش میشه، یعنی برای لحظاتی آرام میگیره. اگر گوش آرام گرفت ما میتونیم بخوابیم، آرام نگرفت نمیتونیم بخوابیم. خب حالا گرفتیم خوابیدیم، کسی که خوابه میایم یکم صداش میزنیم بلند میشیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که این حس دیدار هست و کار میکنه. این حس خیلی مهم هست که این رو ما به اصطلاح بیاییم. الان بچه‌ها رو هم باشون بشینین میبینید که از این شکایت دارن که پدر و مادرمون ما رو نمیفهمن، حرف ما رو گوش نمیکنن. پس ما به بچه‌هامون فضا بدیم. یک موردی هست که الان داره کمرنگ میشه، ما باید خیلی روش هزینه کنیم که اون رو حفظ کنیم. قضیه اینه که خانواده همیشه به اصطلاح دور هم جمع بشن. الان این محیط زندگی که ما داریم متاسفانه روز به روز ماشینی تر میشه. ما یه سفره‌ای داریم که حداقل روزی 3 بار ما رو یا 2 بار یا 1 بار همه اعضای خانواده رو کنار هم جمع میکنه. این سفره رو نباید هیچ قیمتی شده از دست بدیم. بذاریم همه افراد خانواده حداقل 1 بار برای نیم ساعت 1 ساعت دور هم جمع بشن و همه حرف بزنن. بذاریم بچه‌هامون حرف بزنن. بذاریم بچه‌هامون مثلا سوال طرح کنیم، بپرسیم ازشون تا اون چیزایی که تو دلشون هست تو بگن، تا اون چیزایی که میبینن تو بگن، تا ما بفهمیم که مشکلشون چیه، با کی رفت و آمد دارن، چی یاد گرفتن و اگر هم اشتباهی کردن اونا رو به اصطلاح سرکوف نزنیم، اونا رو به اصطلاح بیایم راهکار بهشون یاد بدیم. بیایم در مثل همون طرف اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله به من اجازه بده که من فاحشه رو مرتکب فاحشه بشم، زنا کنم. خب دیگه اگر دست افراد دیگه می بود 2 تا سیلی میزنن که این چه حرفیه که داری میزنی، اونم بیاد در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد. خب اما میبینیم که نه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گوش میدن حرفشون رو. ببین از بس که رسول خدا به دیگران حرفاشون گوش میدادن، اون جامعه متخلف
اون روزگار یهودیا و منافقین اصلا پیامبر رو طعنه میزدن که پیامبر گوشه، همش گوشه، همه رو گوش میکنه. گفتن هو اذن، اونو نمیفهمیدن. این میگفتن هو اذن، میگفتن که هیچ حرف همه رو گوش میکنه، یه پیرزن میاد حرفشو گوش میکنه. برای اونا شخصیت دروغین برایشون این بود که آقا تو که یک شخص بزرگ هستی نباید گوش کنی. وقتی ما گوش کردیم تکنیک بعدی میاد، تکنیک گفتمان، که بتونیم چطور به اصطلاح حرف بزنیم، حرفاشون رو گوش کنیم، بهشون اجازه بدیم که با ما حرف بزنن، چگونه حرف بزنن، دلشون رو باز کنن، رازاشون رو به ما بگن. اون وقتی که ما میتونیم به اصطلاح اونها رو بسازیم. به طور خلاصه ما وقتی که در تربیت اخلاقی بچه هزینه میکنیم باید هزینه بیشتر روی ساختار شخصیتی اون باشه، روی ساختار شخصیتی اون بر ارزش ها باشه. وقتی که به این موفقیت رسیدیم اونجا دیگه هر گونه خطری انشاءالله منتفی میشه. انشاءالله. جناب دکتر اجازه بدید سوال خواهری که در باب موضوع هم برامون فرستادن در خلال برنامه رو مطرح بکنیم. عنوان حسن ختام برنامه ایشون فرمودن: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک مادر هستم، بر اساس ترس از مردم تربیت شدم. اما فرزندانم را هم به سنهای 10، 8، 4 و 2.5 ساله هستند به همین فکر تربیت کردم. مثلا گفتم هر قدر آدم آرومی باشی مردم میگن دختر خوبی است، یا به پسرم میگم تو باید مسجد بری که پدرت میرفت و مردم میگن پدرش نمازخون اما پسرش مسجد نمیره. و یا به دخترم میگم که ببین فلانی دختر خوبیه، همگی دوستش دارن. از قبیل این حرف ها. حالا سوالشون اینه که ما و امثال بنده که بر اساس ترس تربیت شدیم و یا فرزندانمون رو تربیت کردیم، الان برای بازسازی دوباره چیکار باید بکنیم؟ الان یک عمری از فرزندانشون گذشته، میخوان از شما مشورت بگیرم برای بازسازی این تفکر و این تربیت اخلاقی. این تربیت یه تربیت منفی بود، به خاطر اینی که به اصطلاح اومدیم یک ارزش‌های وهمی رو به بچه تلقین دادیم. در الان بچه میره عبادت میکنه، در واقع خدا رو عبادت نمیکنه، چشای مردم رو عبادت میکنه، مردم ببیننش. اگه مردم ندیدنش، وقتی که چشما از اون به اصطلاح دور میشه، هر کاری که دلش بخواد انجام میده. الان ما بیایم چیکار کنیم؟ این مفاهیم رو ساکت بشیم روش، مفاهیم جدید رو به بچه تلقین کنیم، رابطه بچه رو با خدا درست کنیم. مردم هر چه دلشان میخواد بگن، من اگر با خدام درست بودم دیگه به این چیزهایی که به حرفای مردم ارزش نمیدم. خود به خود محبت من در قلبهای مردم کاشته میشه. وقتی خداوند کسی رو دوست داره، دوست میگیره، به ملائکه دستور میده که اون رو دوست داشته باشن. ملائکه به اهل آسمون خبر میدن، جبریل به اهل آسمون خبر میده، همه آسمون اون رو دوست خواهند داشت. به زمینیان خبر میرسه، همه زمینیان برای اون ارزش قائل میشن و اون رو دوست خواهند داشت. اینه که ما بیاییم رابطه فرزندمون رو با خدامون قوی کنیم، بذاریم که انگیزه‌ای که در بچه به وجود میاد انگیزه رضایت خداوند باشه. اونجاست که از کارش لذت میبره، براش به اصطلاح تحقیر مردم، زشت بودن مردم. الان ما اومدیم گفتیم که نماز بخون چون بابات نماز میخونه، مردم چه خواهند گفت؟ خب یه 4 نفر مردم اون راضی میکنن، پیرمردا هستن، در مقابل جوونا میان طعنه میزنن، مسخرهش میکنن که میره نماز. الان به خاطر اینی که از مسخره اینا به اصطلاح دور بشه، خب نماز نخواهد خون. اما وقتی که ما اومدیم انگیزش رو به اصطلاح در اون رابطهش رو با خداوند وصل کردیم، اونجاست که دیگه انگیزش لذت بردن از چی؟ از رسیدن به خداوند، از نزدیک شدن به خداوند. حالا زمین و زمان به هم بخوره اون نمازش رو میخونه. ما دیدیم مثلا همین تصویر زیبایی رو میبینید، طرف اومده تو یک خیابون شلوغ در اروپا، تاکسیرانی هست، میره بالای تاکسیش داره نماز میخونه، لذت میبره. حالا همه این به اصطلاح از چشما او رو نگاه میکنه. شاید خیلیا بهش فوش بدن، شاید خیلیا بهش بگن دیوونه رو ببین و طعنه ها میزنن. و این طعنه ها و اینا اصلا براش لذت آور هست، فکر میکنه که اینا دیگه اون رو بیشتر به خداش نزدیک میکنه. این هویتش رو وقتی هویدا میکنه، اون هویتی که با ارزش ها آمیخته شده و با رسیدن به خداوند متعال داره به اصطلاح لذت میبره، اونجاست که دیگه الان هیچ چیزی جلودارش نخواهد شد و هیچ چیزی اون رو به اصطلاح
نمیتونه تحقیر کنه، هیچ چیزی نمیتونه اعتماد به نفسش رو از بین ببره. انسان میشه یک قدرت خارق العاده. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از حضور شما، وقتی که در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادید. همچنین از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در طول هفته میتونید با پیامک و از طریق واتساپ، تلگرام، صفحه فیسبوک، از طریق پیامگیر صوتی، تلفن میتونید پیام‌های خودتون رو برام ارسال کنید یا ایمیل شخصی بنده سلیمانی@صالح.tv. در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود در تمامی سوالات، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما درباره موضوع این برنامه و تمام موضوعاتی که در برنامه سفره دل مطرح شد. تشکر خاص از احمد جان، رفیع، منیر احمد، جاوید و همه عزیزانی که پشت صحنه کمک میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.